به نام خداوند مهربان مهربخش. دوستان عزیز و گرامی، خدمت همه شما عرض سلام و ادب دارم. دوست داشتم مطلبی را بیان کنم. در پست قبلی مسائلی را گفتم در ارتباط با بحث حجاب. اکنون هم میخواهم مطالب دیگری به آن اضافه کنم. همچنان که عرض کردم، ما که مسلمان هستیم و از این که مسلمان هستیم شرم نمی کنیم، بلکه افتخار می کنیم که مسلمان هستیم. و مردم ایران هم از همون آغاز صدر اسلام به اسلام گرویده اند، مسلمان شده اند. در 17 هجری، یعنی چی؟ یعنی 7 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایران مسلمان شده، در زمان امام عمر رضای خدا بر او باد. و این کشور وسیع ایران همه اهل سنت بودند. شاید درصد بسیار بسیار اندک و ناچیزی اهل تشیع در آن بوده. همه اهل سنت هستند و تمام این شیعیانی که الان هستند اجداد آنها سنی بوده. در نتیجه ما الحمدلله مسلمان هستیم، پیرو قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و آن چیزی که خدا بر پیامبر نازل نموده و آن چیزی که رسول الله در تبیین کتاب خدا فرموده، ما به همه آن ایمان داریم، شکی ندارد و ما مسلمان هستیم و با آن افتخار میکنیم. در عین این که ما میگیم مسلمانیم، اما ما میگیم راه ما از راه این نظام فاسد جداست. در عین این که ما مسلمان هستیم، اینها را قبول نداریم و اینها کسی دیگری را قبول ندارند و دینی که اونها آورده اند یک دین ساختگی است، هیچ ربطی به قرآن ندارد و هیچ ربطی به سنت پیامبر ندارد صلی الله علیه و سلم. اصلا اونها کاری به سنت پیامبر هم ندارد، کاری هم به قرآن ندارد. در نتیجه من یک نکته را عرض کردم در ارتباط با حجاب که خداوند متعال در سوره احزاب و سوره نور، البته من اونجا اشتباه گفتم سوره مؤمنون، همین که میگه قل للمؤمنین، یک ذهنم یک دفعه رفت، ولی اون سوره نور است. یعنی در سوره نور و در سوره احزاب به صورت کامل احکام حجاب بیان شده. حالا نکته اینجاست که خواستم روی این آیه کمی توضیحات بیشتری عرض کنم. این که خداوند متعال فرموده ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان اهل ایمان بگو که جلبابهایشان، عباهایشان بر خود، یعنی مثل این که بپوشانند و تمام بدن آنها را بپوشاند، یعنی به صورتی که لباس درازی باشد، به گونه ای که سر و سینه و گردن و پا و اینا را بپوشاند. یعنی همون پوشاکی که ژینا امینی پوشیده بود، همین می شود جلباب. ذالک ادنا ان یعرفن. این نکته که من خواستم اشاره کنم، این دیگه حد اقل کاری است که شما انجام دهید و با وسیله آن شناخته شوید. یعنی چی؟ یعنی افراد اهل فسق و فجور شما را بشناسند و دیگه به شما متلک نگویند و مزاحمتی برای شما ایجاد نکنند.
یعنی این برای چه کسانی است؟ برای کسانی است که ایمان دارند به حجاب. چون فرموده مؤمنین، به زنان مؤمن بگو، به زنان غیر مؤمن نه. ذالک ادنا ان یعرفن، این دیگه حد اقل کاری است که انجام بدهند و تا شناخته شوند اینها اهل ایمان هستند. فلا یؤذین، تا از جانب فساق، اهل فسق و فجور، اراذل و اوباش مورد اذیت قرار نگیرند. و کان الله غفورا رحیما، و پروردگار بسیار آمرزنده و بسیار مهرورز است. یعنی اگر کسی تاکنون انجام نداده خدا اون را میبخشد، از این به بعد انجام بدهد. حالا بحث ما این است که یعنی در اینجا اولا بسیاری از اهل تفسیر میفرمایند منظور این است که زنان آزاده از زنان مثلا کنیزانی که در اون عصر وجود داشت جدا شوند. حالا شما دقت کنید، یعنی کنیز حجاب نداشته، مگر کنیز زن نیست؟ کنیز هم زن است. مگر در میان کنیزان زیبا وجود ندارد؟ قطعا وجود دارد، هم در آنها زیبا دارد وجود دارد، ولی با وجود این احکام برای، چون اصلا تمام فقها بر این هستند که عورت کنیزان مانند عورت مردان است، سینه و اینایشان پوشانیده می شود، حتی اونا میگویند مثل مرد است دیگه، به اندازه مردم خودشون رو بپوشانن کافی است. در نتیجه به صورت قطعی اونها موهای سرشون پیدا بوده، کنیزم بودند. یعنی اون کنیزانی که در اون عصر وجود داشته، چون قبل از اسلام هم بوده، هیچ ربطی به اسلام ندارد اینا، و اسلام آمده که اینها را از بین برده و با تشریع قوانین بسیار زیبا و قشنگی کم کم اینها از بین رفتن. در نتیجه زنان اهل ایمان فقط حجاب پوشیدند، وگرنه یهودیان و نصارا و زنان کنیزان که دیگه حجاب نداشتند. و در جامعه اسلامی، در مدینه منوره، اولا تا سال هفتم، تا سال ششم یا هفتم هجری حجاب وجود نداشته، کسی حجاب نداشته، نه زن و نه مرد، یعنی نه مسلمان و نه غیر مسلمان، تا وقتی که این آیات نازل می شود و دستور می دهد به حجاب. در نتیجه بعد از اون هم که حجاب اومده، حجاب برای اهل ایمان بوده، ربطی نداشته به یهودیان و نصارا و کسان دیگری که یا کنیزان. کنیز فراوان وجود داشته، هر کس برای خودش حداقل کنیزی داشته. یعنی تعداد مردم در مدینه چقدر بوده، به همون تعداد هم کنیز وجود داشته. یعنی در واقع باید بگوییم شاید بیشترم، چون کسی بوده چند تا کنیز داشته. در نتیجه در اون جامعه هم با حجاب وجود داشته، هم بدون حجاب. دیگه هیچ کسی نیومده مردم را مجبور کند به این که حتما باید شما پوششت اسلامی باشه. کسی که مسلمان نیست چجوری او را مجبور میکنید به پوشش اسلامی؟ هیچ معنی ندارد، چون خدا فرموده این برای اهل ایمان است.